خب اولین قدم اینه که دونه بدون قاشق رو خیلی نازک برش میزنیم. بعد از قاشق می‌ذاریم سیب زمینی وصل بشه به تعداد لازم هر که خواستید و قبلش هم سوسیس هم لایه به لایه برش میزنیم. نمک، آبلیشن، فلفل سیاه، سوسیس و قارچ خورد شده و پنیر پیتزا و فلفل دلمه خورد شده رو به اضافه سیب زمینی یا پس شده کنار هم قرار میدیم. و محتوا رو روی اجاق گاز می‌ذاریم با درجه ملایم و روغن مایم رو میدونه بدون سس رو بهش اضافه می‌کنیم که قشنگ سرخ بشن. دونه بدون اونا رو تفت بدید ولی خب نذارید خیلی برشته بشن چون که طعم غذا خیلی بد میشه. بعد با همون مایده قارچ رو هم اضافه می‌کنیم. قاچق قارچ اینطوریه که خیلی زود آب می‌ریزه بعد سرخ شدن. پس خیلی خوب اون رو تفت بدید که آبش گرفته بشه. بعد اینکه مطمئن شدیم آبش گرفته شده فلفل دلمه رو بهش اضافه می‌کنیم و خیلی خوب با هم میکس می‌کنیم که طعم قارچ و فلفل دلمه قاطی بشه. بعد تفت دادن نمک بهش اضافه می‌کنیم به مقدار لازم و سلیقه شخصی و بعدش فلفل سیاه اضافه می‌کنیم. اونم به سلیقه شخصی هر فرد و بعدش آبلیشن هم اضافه می‌کنیم. اونم همونطور که گفتم. همه رو با هم تفت میدیم که طعم خیلی خوبی رو ایجاد کنیم. بعد از تفت دادن مواد اولیه و سرد شدن سیب زمینی پوستش رو میگیریم. ظرفی که انتخاب می‌کنید مهم نیست، میتونه شیشه فرانسوی باشه یا آهنی، ولی قبل از هر کاری باید کفمون رو چرب کنیم و سیب زمینی‌ها رو حلقه‌ای برش بزنیم. بعد از برش زدنشون روی اونا سس می‌ریزیم و سس‌ها رو پخش می‌کنیم. بعد از پخش کردن سس روی اونا پنیر پیتزا می‌ریزیم به اندازه لازم. بعد از پنیر پیتزا کل مواد اصلیمون رو بهش اضافه می‌کنیم. بعدش سوسیس‌های سرخ شده رو روش می‌ریزیم. و بعد از اتمام کار پنیر پیتزای مجدد بهش اضافه می‌کنیم. بعد از اتمام کار می‌تونید روش سس بریزید، البته این سلیقه‌ایه. و بعدش اون رو توی فرن می‌ذاریم و درجه‌اش تنظیم می‌کنیم و پایین. و بعدش پیتزا مکعبی ما آماده است. نوش جان.